اول اینکه خداوند کیست که مرا به طرفش دعوت داری و خداوند چی کرده، و سوم اینکه من چگونه خداوند را بشناسم. اگر بیا در این حد قرار بگیره که بگه که من الله را نمیشناسم یا الله وجود نداره، پس او انسان احمق ترین و جاهل ترین انسان از او کردن دیگه کس پیدا نمیشه. بزرگترین و مهمترین نعمتی که خداوند بر ما داده چیست؟ بزرگترین نعمتی که الله بر همه ما شما داده نعمت ایمان هست. ایمانی که وسیله دخول بهشت میشه. هیچ دو در زندگی خود در جریان دعوت از دعوت کردن ناامید شد؟ اصلا انسان مسلمان باید ناامید نشود. انسانی که مؤمن باشه اصلا بر زیبنده نیست که ناامید شود. چرا؟ استاد اگر بپرسم انسان خوب یا انسان بهشتی کیست؟ دو چیز انسان رو به بهشت میبره. یک ایمان انسان رو وارد بهشت میسازه. دو عمل صالح. آیا لطکوب زنان در اسلام جواز داره؟ در کل لطکوب زنان از دید اسلام ممنوع هست. یا الله در دنیا گمان من این نبود که تو مرا به جهنم بندازی. به نام خداوند. سلام به شما دوستان عزیز، بینندگان محترم. ما در پادکستی به عبارت معروف هستیم. میهمان عزیزی داریم. قرار است در مورد مسائل مهم و رازها و قصه ها و خاطره های ناگفته و همچنان در مورد پرسش های اساسی یک برنامه خوبی با استاد عزیز ثبت داشته باشیم. میهمان امروزی ما استاد نثار احمد احمدی است. استاد عزیز به پادکستی به عبارت معروف خوش آمدید. خوش باشین. سلام خدمت شما عزیزایی که ما را بیننده هستن. امیدوار هستم که در پناه الله متعال بوده باشن. ممنون. خوشحال هستیم از اینکه فرصت دادی و از اینکه به استودیوی ما آمدی و دیدارتان نصیب ما شد. و امروز هم یک برنامه خوب انشالله ثبت نشه. انشالله حتما انشالله. سلامت باشین. استاد عزیز، شما به عنوان یک جوان دعوتگر، یک کسی که بیشتر از قرآن حرف میزنید، از پیامبر حرف میزنید، از حدیث پیامبر حرف میزنید و جوانها دیگران هم شما را به عنوان یک دعوتگر میشناسند، جوان دعوتگر. استاد عزیز، از این برای ما بگویید چی شد دعوتگری را انتخاب کردید و چگونه به این مرحله رسیدید؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در قدم نخست اینه باید بگویم که دعوتگری یا دعوتگر بودن یک شغل خاص نیست. می مسئولیت و بالاخره رسالت همه امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست. و ای که چطور ما چی انگیزه شد، چطور این کار ما کردم و چطوری راه را ما انتخاب کردم، به دلیل ای که یکی خود الله متعال میگه و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. هیچ کلمه زیباتر از این نیست که انسان کسی را به سوی الله دعوت بکنه. یعنی این یک چیز ارزش خود را داره. دعوت یک چیز خیلی با ارزش هست. و دیگه ای که این یک پدیده هست، یک وقتی انسان در زندگیش خودش اصلاح بشه، فرامین الهی را در زندگی خود تطبیق بکنه و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش بره و این نعمت هایی که در زندگی خودش باشه، از این نعمت ها باید دیگران هم برخوردار بکنه. متوجه هستین؟ من خواستم و انگیزه به من امی شد که این یک اسلام خودش یک نعمت خیلی بزرگ است و با همه جزئیاتش این اسلام باید پیام هایی که داره که نعمت هست در زندگی هر انسان باشه، واقعا او یک زندگی انسان رو واقعا تغییر میده و برای انسان خیلی مفید واقع میشه. این از این نعمت خواستم که عزیزای خود را هم برخوردار بکنم. باید هر کسی که مسلمه یک انسان هست باید از این نعمت ها باید برخوردار بوده باشه. استاد، چه زمانی بود انگیزه گرفتی به این نتیجه رسیدی باید یک دعوتگری دین شوید؟ شما ببینید که من مثلا نماز میخوانم. نماز خواندن، رسول الله صلی الله علیه و آله کسی که نماز میخونه میگه نماز کلید بهشت است. الصلاة مفتاح الجنه. برادر من نماز نمیخونه، بچه کاکای من نماز نمیخونه، مسلمه کلمه خوانده نماز نمیخونه. یک نماز با می فضیلت بزرگ. چطور اگه انسان مسلمانه که من توقع دارم که این برادر من هست
یا خیش ما هست یا هم نوع ما هست آخرت خوب داشته باشه، چطور ما از این انصراف بکنم؟ چطور ما این فضیلت را از این سلب بکنم و این را به اون فضیلت نرسانم؟ به می خاطر ای الحمدلله مرا وادار به می قضایا کرد، خصوصا با امور دعوتی مرا وادار به ای کرد. مثلا شما ببینید که من بیشتر روی فضایل صحبت میکنم، روی مسائل صحبت میکنم که باید در زندگی هر مسلمان او بوده باشه و عمل به او سبب رستگاری یک انسان میشه. چقدر زیبا است که انسان ها همه بروند به قله های موفقیت، و موفقیت که الله متعال در آخرت بر همه ما نصیب بکنه که بهشت است. استاد، شما دیگران را، جوانان را به سوی خداوند دعوت میکنید و دین، احکام خداوند را، حرفای خداوند را، پیامبر علیه السلام را بر دیگران میگویید. از خدای خود بابت این که دعوتگر هستید راضی هستید؟ 100% هر انسان باید از الله متعال راضی باشه. به دلیلی که ما اصلا ببینین که در زندگی ما نمیتونیم که اصلا اگر اینقدر نعمتها و بخشش هایی که الله بر ما داده نمیتونیم که چشم پوشی بکنیم. توجه هستین؟ حتی ای که او اللهی که بر ما سخت‌ترین مشکلات را در زندگی ما میاره، در امو سختی ها باید الله را فراموش نکنیم و الله را باید بشناسیم و از الله متعال راضی بوده باشیم. بزرگترین و مهمترین نعمتی که خداوند بر ما داده چیست که بابت ما باید شکرگزار خداوند باشیم؟ بزرگترین نعمتی که الله بر همه ما شما داده نعمت ایمان هست. ایمانی که وسیله دخول بهشت میشه. شما ببین که فکر بکن که کل دنیا از تو بوده باشه، مثلا ایلان ماسک میلیاردر باشی، ایمان که نداشته باشی چی فایده؟ امید دنیا کلش از تو یک نفر بیا برات بگه مسلمان هستی، مؤمن هستی، امید دنیا رو کلش برات میتم، خو از آخرت سلب هستی، از آخرت برات نیست. یعنی ما هیچ چیزی بالاتر از ایمان نمیبینم، هیچ نعمت بزرگتر از ایمان نمیبینم. چرا؟ به خاطر که دنیایی که قرار است بیاید که آخرت هست، و دنیا پول از ما نمیخواه، قدرت نمیخواه، ثروت نمیخواه، او تنها ایمان میخواه، ایمانی که بتونه ما را به رستگاری بکشونه و بزرگترین نعمت همین ایمان هست. باید از الله متعال بابت نعمت سپاسگزاری بکنیم. استاد، این گونه لحظه در زندگی شما بوده که حضور خداوند را، حضور لطف خداوند را در زندگی خود عمیق احساس کرده باشید؟ میفهمین؟ من هر لحظه و هر ثانیه لطف الله متعال در زندگی خود حس میکنم. بزرگترین لطف خداوند به شما چیست؟ چرا؟ شما ببینید که من معمولا اجتماعی هستم و از خویش و اقارب خود در زندگی خود بیشتر ما کسایی داریم که مریض هستن. توجه هستین؟ اولی که صحتمند هستی، اگر واقعا قدر صحتمندی را بدانی و بفهمی که من صحتمند هستم، در شفاخانه نیستم، در زندان نیستم، در اینجا یک لحظه بسیار عمیق به لطف پروردگار متوجه میشی. توجه هستین؟ و در عین حال سختی هایی که بر انسان میآید و راههایی که انسان به خاطر نجات از سختی ها با انسان میده، در این اسنا دیگه بیشتر انسان تعمق میکنه به لطف پروردگار که الله چقدر ذات حکیم هست و چقدر مهربان هست که مرا در سختی نماند و مرا نجات داد. یکی از دانشمندان اسلامی میگوید وقتی که ما به عنوان دعوتگر با جوان‌ها مواجه میشیم، دعوت میکنیم به سوی خداوند و حرف خداوند، چند سوال عمومی دارن. اول اینکه خداوند کیست که مرا به طرفش دعوت داری و خداوند چی کرده، و سوم اینکه من چگونه خداوند را بشناسم. یک جوان وقتی از شما چنین سوالی بپرسد، پاسخ کوتاه شما چیست؟ 3 تا کتاب یا 3 راه برای شناخت الله متعال وجود داره که هیچ نمیشه از او چشم پوشی کرد. 2 تایی که دیدنی هست، طبیعت، متوجه هستین، زمین، آسمان، این طبیعت، این نظمی که الله متعال پیدا کرده. این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. دوم، وجود خود ما، وجود نظمی که در ما هست. هیچ وقت نمیتونیم از وجود خداوند ما انکار بکنیم. ببینید یکی خوب ما وقتی که نظمی که در وجود خود ما هست با این سیستمی که الله متعال بر ما تنظیم کرده که نه آپدیت میشه، نه ورژنش تغییر میخوره، از الله متعال در اولین خلقت آخرین ورژن را پیدا کرده. ببین خلقت انسان هیچ وقت تغییر نمیکنه، نه؟ یعنی الله انسان را با این امکانات خلق کرده و با این نظمی که در وجود انسان داده، انسان هیچگاه نمیتونه که از وجود الله انکار بکنه. پس ببینین اگر یک انسان بگه خدا وجود نداره، من خدا رو نمیشناسم، پس او باید از وجود خودش هم انکار بکنه. اصلا بگه من انسان نیستم، اصلا من هیچ چیزی نیستم، از خود باید انکار بکنه. اگر بیا در این حد قرار بگیره
که بگه که من الله را نمیشناسم یا الله وجود نداره، پس او انسان احمق ترین و جاهل ترین انسان از او کردن دیگه کس پیدا نمیشه که نتوانست خود را بشناسه و نتوانست خدایی که ای را پیدا کرده بشناسه. من بر شما میگم آیا میشه که می یک چیزی که دارای نظم باشه، البته چیز تصادفی نی، من داخل استودیو میشم میگم چقدر منظم است دفتر، میگم این مدیر از کی باشه که چقدر طراحی کرده خوب منظم. آیا من گفتم میتونم که می خود به خود پیدا شده یا هیچ کسی را جور نکرده؟ خلاف عقل است، خلاف منطق است، خلاف علم است. علم یعنی حقیقت و علمی که غیر علوم اسلامی باشه، علم اصلی فعلا و خودش هیچ وقت نمیتونه از حقیقت وجود خدا انکار بکنه. میگه هست ذات وجود داره که نظم وجود. یعنی در علم فیزیک ما یک قاعده داریم به این که ما نمیتونیم مثلا امی سمبول ها یا مواردی که یک داره یک بسیار چیزایی هست که ما در زندگی داریم نمیتونیم از این کار بکنیم. توجه هستین؟ اما کسایی که در فیزیک علم دارن اونا هم نمیتونن این کار. میگه هست ذات وجود داره، اما اکثرا مثلا شرک دارن، مثلا چند تا خدا وجود داره. و سومین کتاب قرآن هست. قرآن را اگر بخوانیم، قرآن میگه یاد بگی اول اقرا، بخوان، باز با علم وارد شناخت الله متعال شو. وقتی انسان شناخت داشته باشه، علم داشته باشه، علم واقعی، و حتما او را به خدا میرسونه، حتما میشناسه الله را بدون شک. استاد شما راه دعوت را انتخاب کردید، سالها دعوت کردید، پیش رفتید با آدم‌ها، جوان‌ها، مشکلات، با همه چی حتما آدمی است مواجه میشه. سخت‌ترین مشکلی را که در جریان دعوت در این همه سال با آن مواجه شدید چی بوده؟ ما باور بکنین در زندگی خود در راه دعوت ما اصلا سختی ندیدیم. مگر سختی دیدیم من مقایسه بکنم با اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، با دعوتگرانی که در راه الله جان خود را فدا کردن، خدمت کردن. ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داریم که در زندان جان میده، ابن تیمیه رحمه الله داریم که در زندان جان میده، امام احمد بن حنبل داریم. ما دعوتگرا رو وقتی میبینیم زندگی خود را با اونا مقایسه میکنیم که ما چقدر در آسایش قرار داریم. اگر یک مشکل جزئی بالای ما میاد نمیتونیم خود را بالاخره مقایسه بکنیم با زندگی اونها. و در اصل ما اونها را الگو قرار دادیم، چون وقتی که مشکل در زندگی ما میاد ما نسبت به مشکلات اونها هیچی نمیبینیم و اصلا فکر نمیکنم که سختی بوده باشه. بهترین الگوی شما اصحاب پیامبر؟ بله سختی هایی که اونا دیدن و مشکلاتی که در زندگی در راه دعوت سپری کردن بدون شک. استاد شیرین ترین خاطره شما از مردم در جریان دعوت در این همه سال چی بوده؟ در دعوت که وقتی انسان بهترین شیرینی و بهترین خوشحالی بر یک دعوتگری هست که دعوتش مثبت واقع شود و باعث تغییرات در جامعه بشه. یعنی این بهترین شیرینی هست. هیچگاه احساس کردی بله دعوت شما مثبت بوده، بالای دیگران تاثیر گذاشته، دیگران راضی بوده، یک تغییراتی را در زندگی خود؟ در کل الحمدلله در میان جوانان ما زیاد کار کردیم و تغییرات خیلی زیاد من میبینم، عمیق میبینم و در کل یک خاطره خیلی که مرا زیاد در این راستا زیاد خوشحال ساخت که من تو عملاً یک جوانی که مشکل مثلا یک اشتباهی یا بگویم به تعبیر یک گناهی را انجام داده بود که به دستا و به روحای خود به گردنای خود تتو زده بود یا خالکوبی، که من متوجه کردم برش گفتم این یک چیز اشتباه است و عملاً دیدم بعد از چند روزی که این تغییرات در وجودش آمده بود ما یک حس گرفتم و خوشحال شدم و گفتم وقتی که ما توانستیم یک فرد را اینجا بتونم تغییر بدم، وقتی که ما پیام برای هزارها انسان میرسه حتما این باعث تغییرات زیاد میشه که این باعث خوشحالی ما واقعا شد. هیچگاه در زندگی خود در جریان دعوت از دعوت کردن ناامید شدی؟ نه خیر، اصلا انسان مسلمان باید ناامید نشود. انسانی که مؤمن باشه اصلا برش زیبنده نیست که ناامید شود. چرا؟ میفهمین دلیلش چی است که الله متعال در اوج سختی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه، برای مخلوقات خود میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوین، لا تحزن ان الله معنا، غمگین نباش الله با تو. یعنی در اینجا الله متعال نشان میده که وقتی انسان للهی باشه، زندگیش به خاطر الله باشه، مؤمن باشه، در سختی هم ناامید نمیشه، در خوبی هم، هر دو حالت به خیر انسان است. ما حدیث مسلم داریم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه اگر به انسان میگه ما تعجب میکنم به حال یک مسلمان، به حال یک مؤمن، لکن این تنها به مؤمن هست. میگه هر حالتش به خیرش است. چرا ناامید شوه؟ وقتی برش سختی میرسه، با مشکلات مواجه میشه، صبر میکنه،
بهترین پاداش برای صابرین داده میشه. والله یحب الصابرین، الله صبر کنندگان را دوست داره. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انسانان الله متعال انسانای صابر را بدون حساب اجر میده. دومی که اگر برش نعمت ها برسه، در اوج خوشحالی زندگی بکنه، شکرگزاری بکنه، این سپاسگزاری هم عبادت هست، به خیرش است. یعنی انسان مسلمان در هر دو حالت به خیرش است. هیچ مثلا اگر ما کافر را به مقایسه بکنیم، او به خاطر دنیا زندگی میکنه، با مشکلات که مواجه میشه اون امید میشه، او باید ناامید شوه چون به خاطر دنیا زندگی میکنه. ما تویی که مسلمان هستیم اصلا بر ما زیبنده نیست ناامید بشیم. الله وجود داره، کار ما به خاطر الله هست، خوشحالی ما خیر، خفگی و غمگینی ما خیر، هر دو حالتش به خیر ما. پس چرا باید ناامید شویم؟ آیا جایی برای ناامیدی مانده؟ نه. یک دانشمند اسلامی میگفت وقتی خداوند را داری ناامید میباشید، یعنی این کار خیلی احمقانه است. بله. ناامید باشی. چرا تو پناهگاهی داری و تکیه میکنی بر یک کسی و میدونی یک کسی هست کنارت. خیلی ممنون استاد. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. استاد، ما و شما انسان هستیم، آدم هستیم. آدم‌ها در زندگی خود تغییرات زیادی را می‌بینن و مشکلات زیادی را می‌بینن. بعضی اتفاقایی در راهشان میآید کاملا دیدگاهشان را، فکرشان را نسبت به همه چیز تغییر میدن. استاد، چیزی بوده، اتفاقی بوده دیدگاه شما را، وجود شما را، ذهن شما را نسبت به خداوند، نسبت به دین تغییر داده باشه؟ ببینین که ما یعنی انسان به همون اندازه‌ای که علم داشته باشه و با تغییر زمان هم انسان مثلا با سفرهایی که انسان داشته باشه بیشتر میتونه که تجربات را کسب کنه و این تجربات مفید واقع باشه و برای تغییر دادن ذهن به طرف سالمیت که انسان ذهن سالم در مقابل الله متعال داشته باشه. و میفهمین چی است که ما بعد از تحقیقاتی که زیاد داشتم و بعد از دروسی که ما سپری کردم، یک چیز ما آموختم که انسان در مقابل الله قسمی که گمان داشته باشه الله به او برخورد میکنه. فهمیدین چی میگم؟ یعنی ما بعضی اوقات انسان ها در مقابل الله گمان خراب داره. الله مرا نمیبخشه، الله مرا جهنم میبره، الله با ما مشکلات را زیاد میکنه. اینمی گفتن ها اصلا در مقابل الله زیبنده نیست و اصلا شایسته یک انسان نیست. الله متعال در حدیث قدسی میگه انا عند ظن عبدی بی، ما به گمان بندیم هستم. اگر بندیم به این گمان باشه که ما بخشیده میشم، ما انسان خوب میشم، ما نمازخوان میشم، ما آخرت خوب میداشته باشم، الله امو قسم به او برخورد میکنه. ما حدیث جالبی دارم که میخوام در چون وقتش از برای موضوع میخوام بگویم. در روز قیامت فرد را به طرف جهنم برده میشه. وقتی به طرف جهنم برده میشه یک قدم میمونه که به جهنم داخل بشه. یک بار با چشم پر از اشک باقی و خود سعی میکنه، میگه یا الله در دنیا گمان من این نبود، یا الله در دنیا گمان من این نبود که تو مرا به جهنم بندازی. یعنی الله متعال به طرف بنده خود میبینه، میگه تو در دنیا این گمان نداشتی که تو باید به بهشت بروی، به خاطر که گمان نیک در مقابل ما داشتی به ملائکه امر میکنه که از جهنم نجات بده، به طرف بهشت ببره. حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. الله است که ما را پیدا کرده، ما را کرامت داده، ولقد کرمنا بنی آدم. ما از کمپانی الله هستیم، ما پیش الله خیلی محترم هستیم. الله از ما دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذين آمنوا، به شرطی که ما انسان خوب باشیم، ما قدر الله خود را بدانیم و ما در مقابل الله گمان نیک داشته باشیم. و چقدر زیبا هست که گمانای خود را بیاریم تجدید بکنیم در مقابل خدای خود. اگر بچی خود را از دست میدیم گمان ما تغییر میکنه در مقابل الله. اگر مال ما گم میشه گمان ما 180 درجه در مقابل الله تغییر میکنه. متوجه هستین؟ ما در هر حالتی که قرار میگیریم باید در مقابل الله گمان ما نیک باشه. هر چیز باید خیر ببینیم، هر چیز خیر است در زندگی. من پیشترم براتون گفتم که انسان باید در مقابل الله خود همیشه امیدوار باشه. همیشه میگوین گمانی نیک است که انسان را به یک جای خوب میرسانه. در قسمت داستان نویسا، رمان نویسا ما خودمون در این بخش کار میکنم، اون یک باور کلی عمومی دارن. میگوین نسبت به همه آدما باید
گمان نیک داشته باشی. اگر تو با انسان ها گمان نیک داشته باشی، با کسی که خالق تو چه کار میکنی؟ پس بنده تو نیست در مقابل خداوند گمانی بد داشته باشی، یا حتی بر این باور باشی من یک کار انجام دادم خداوند نمیبخشه. اونم تاکیدشان همیست. حتی بعضی رمان نویسای غربی تاکیدشون بر همیست که شما بگوید خداوند میبخشه، ولی کاری را که خداوند گفته انجام بدید، رسالت خود را بشناس انجام بدید. بدون شک گمان نیک نتیجه مثبتی در زندگی آدم میاره. استاد، شیوه انتخاب شما در قسمت دوست، رفیق، همنشین چگونه است؟ همه دوستان شما آدمای خوب و بهشتیان یا نه انسانای بدی هم در میان دوستان شما وجود داره؟ ما با انسانای بد، چون انسان نمیتونه انسان بشناسه، ما یگانه چیزی که هر چیزی رو شناختم، زیاد تجربات رو کسب کردم، اما یک چیزی که من نشناختم بیشتر انسان است. چون انسانای امروز یعنی دور از انسانای خوب، این دو رو دارن، دو محور هستن، دو مسیر هستن، ظاهرشان یک چیز، باطنشان یک چیز. من متنفر هستم از بیشتر انسان هایی که دروی هستن، در ظاهر یک چیز، در باطن دیگه چیز. من دوستایی که انتخاب کردم و فعلا یعنی باورتون میشه که من بسیار شاید دوست نداشته باشم، میره شاید قبول بکنین، یعنی من میخوام بگم که من دوست ندارم، رفیق ندارم من فعلا. چرا که شرایط قسمی هست که باید رفیق نداشته باشی، باید دوست نداشته باشی. من دوست گرفتم، رفیق گرفتم، در ظاهر یک چیز برآمد، در باطن چیز دیگه برآمد. یک بار تجربه کردم، دو بار تجربه کردم، سه بار تجربه کردم، بعد از او به این نتیجه رسیدم که من باید دوست نداشته باشم در زندگی، رفیق باید نداشته باشم. و باور بکنین شرایط فعلی یعنی چنان خراب شده، یعنی چنان انسان ها، یعنی من نمیخوام میره بگم شاید بعضی کسا انسان های خوب داشته باشن، شاید الله متعال مرا با انسان های خوب روبرو نکرده بوده باشه، یا به هر صورت قضیه را میخوایم به این خلاصه بسازیم که متاسفانه انسان هایی که دروی هستن و در ظاهر شاید بسیار کسا دوست داشته باشن، من نمیگم دوست، شاید در باطن یا روز برسه که برشان تخریب شاید شوان از طریق یا مشکلات برشان ایجاد بکنه، باز شاید بفهمن. گپ من که واقعا استاد یعنی چیزی نگفته که ما عملاً دیدیم بدون شک. استاد اگر بپرسم انسان خوب یا انسان بهشتی کیست؟ واضح است، هیچ یعنی مجال به من نمیمونه که من خودم بگم، چون قرآن گفته کی بهشت میره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. دو چیز انسان به بهشت میبره. خلاصه دو چیز میخوام واضح بسازم. یک ایمان انسان وارد بهشت میسازه. دو عمل صالح. قرآن گفته عمل صالح و ایمان انسان را به بهشت میبره، جنت الفردوس که بالاترین طبقه بهشت است، به شرط از اینکه دو صفت در وجود انسان باشه. ایمان داریم، عمل صالح هم باید داشته باشیم. همه خوبی ها زیر چتر عمل صالح میایه. نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن، سلام دادن به یک مسلمان، حتی ضرر نرساندن به یک مسلمان، کار خوب است، عمل صالح است. یعنی یک انسان اگر بتونه در این مرحله خود قرار بده، او دیگه مطمئن باشه که بهشتی است، چون خداوند برش وعده کرده، وعده الله راست است. ایمان، عمل صالح. وجه هستین دمی دو صفت خلاصه میشه قضیه. انسان دوزخی کیست؟ بالعکس قضیه کسی که این دو عمل انجام نده، شرک بیاره به الله، کافر بشه و اعمالی که الله برش گفته نادیده بگیره انجام نده. بدون شک. صفات یک انسان خوب در کجاست، چیست؟ ما انسان خوب او است که بازم میده صفت در وجودش باشه، ایمان داشته باشه و عمل صالح، کار خوب انجام بده. شما ببینین مثلا یک انسان خوب نماز میخونه، توجیه هستین؟ خوب زکات میده، بسیار، اما در اجتماع، در اخلاق اجتماعی صفر است، اخلاق خیلی زشت داره. متوجه هستین؟ بسیار موارد رو میبینیم. خوب نماز میخونه، از نماز بیرون میشه، غیبت یک مسلمان هم میکنه، دروغ میگه، مال یک انسان بخور. من حتی حاجی را دارم که 8 بار حج کرده، 8 بار حج کرده، حج فرضی انجام داده، فعلا از 10 انسان بالاتر حقش خورده، به زور، به ظلم، به دروغ. مثلا دیندار هست، پول مردم نمیده. متوجه هستین؟ به همین خاطر میخوام بگم که انسان خوب به تمام معنا او هست که ایمان داشته باشه و اعمال صالح، یعنی همه خوبی ها در وجود جمع بشه، نه که مثلا نماز بخونه اخلاق خراب داشته باشه.
اخلاق اجتماعی نداشته باشه، با مردم خوب باشه با فامیل خوب نباشه، یا مثلا یک خرابی در وجود ازی باشه که حتی همین اعمال صالحه دیگه ازی کلا نقض میشه. مثلا کسی غیبت بکنه، ما در مقابلش واکنش نشان میدیم، میگیم تو خیر نماز خواندی، نماز تو برای تو چی فایده؟ چرا نماز میخونی؟ خیر چرا خیر خود مسلمان میگیری؟ تو مثلا اخلاق خوب نداری. باید به تمام معنای جزئیات در وجود یک انسان بوده باشه، ایمان و عمل صالح. ما میتونیم رو بگیم که انسان خوب است. استاد ما چند سوال کوتاه داریم و پاسخی کوتاه اگر بدی بسیار خوب است. ما چرا قرآن بخوانیم؟ به خاطر که قرآن مکالمه با الله متعال و شنیدن حرفای الله است. تلخترین روزی زندگی شما؟ تلخترین روز زندگی ما او روز بود که ما دقیقاً یک کمی زیاد نه احساس نگرانی از وطن خود کردیم. و او چی بوده؟ که ما احساس امنیت در وطن خود نکردیم. میخوام میره بگیم که در امی زمان، در امی شرایط کسی آمد و مثلا بسیار به شکل بسیار، یعنی واقعا که دردآور هست، تلفن مرا دزدید، متوجه هستین؟ و ما یک گمان دیگه ای داشتم در این شرایط که ما یعنی احساس امنیت میکردم و او امنیت از ما سلب شد و ما خیلی زیاد، یعنی واقعا تلخترین روز زندگی من اون روز بود. شیرین ترین روز زندگی شما؟ میفهمین شیرین ترین روز زندگی من کدام روز بود؟ که یک روز ما کارمندا دارم، در حدود 15 الی 16 کارمند دارم. یکی از کارمندای ما تصمیم گرفت عمره بروه و این عمره رفت در رمضان، ماه مبارک رمضان بود. وقتی که این عمره رفت ما کمی ناامید شدم. میفهمین چرا؟ به خاطر از من گفتم کارمند ما این رفت عمره، ما باید میرفتم و بسیار شوق و علاقه به وجود ما آمد و از لحاظ امکانات مالی هم امکانات نبود منظم. یک خواهر بر ما تماس گرفت، در خارج بود، از شناخته بود، برای من تماس گرفت، گفت من پارسال مادر خود را به عمره روان کرده بودم، امسال مریض است، ما هر سال روان میکنم، خب امسال میخوام که به جای مادرم نظر بگیرم تو را روان بکنم، تو در حق مادرم دعا. چه اتفاق قشنگ! باور بکن یعنی اشک‌ها از چشمای ما جاری شد. میفهمین چرا من زیاد خوشحال بودم؟ به خاطر از اینکه من یک احساس احساس خود را کم فکر کردم و از الله متعال دعا کردم، گفتم یا الله اگر مرا بر اون مکان برسانی چقدر زیبا است، خدای بر من وسیله بده یا اسبابش برابر بساز که ما عمره برم. یعنی برای بار اول اما تماس، یعنی بعد از 2 روز برای من اتفاق افتاد و شیرین ترین روز زندگی من اصلا حالم فراموش نمیکنم. شاید 2 سال 3 سال سپری شده باشه، اصلا از ذهنم نمیره. واقعا روز قشنگی و اتفاق بسیار قشنگی افتاد. بدون شک. کدام آیه قرآن را بیشتر دوست دارید؟ سوره الم نشرح فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. میخوام میره که خوب تفسیرم بکنم، عزیزا استفاده بکنن. الله متعال در اینجا 2 چیز را گفته. اول گفته که همراه سختی آسانی است، نگفته بعد عسر یسرا، میگه همراه سختی آسانی است. عجیب است آیت، خیلی زیاد انسان را به شگفت میندازه و به حکمت الله متعال. و دومی که الله متعال 2 بار تکرار میکنه، میگه ای بندیم بفهم که همراه سختی آسانی است، بفهم که همراه سختی آسانی است. یعنی جدی میگه که انسان نباید الله را فراموش بکنه در سختی و نباید یعنی انسان به که مثلا دستش میده میشه از الله ناامید بشه. من میگم وقتی یک مشکل در زندگی ما میاد بازم از خدا سپاسگزاری بکنیم، یا الله 1000 بار شکرتی که مثلا اگه دست میده شد 1000 بار شکرتی الله که چشمای ما دست ندادیم، دست خجور میشه. با وجود از اینکه یک سختی برات میاد از الله متعال سپاسگزاری بکن، بگو یا الله 1000 بار شکرت که سخت‌ترش به ما روبرو نکردی، قوی‌ترش به ما نوردی در زندگی ما. متوجه هستین؟ همراه سختی آسانی هست. مثلا فرد ببین که مریض است اما 2 بچه نازنین داره در خدمتش است. متوجه هستین؟ یکی از خویشای ما چند وقت قبل 3 سال قبل این به حالت کما رفته، دست و پایش فلج شده، خدا برش به سختی موجی ساخته، اما 3 تا پسر داره که همیشه در خدمت از او است، با امکانات مالی دکتر در خدمتش است، چون خداوند همراه سختی بر از آسانی داده. با سختی آسانی. بله با سختی آسانی است. متوجه باش یک روز مثلا تو را موتر خدا نخواسته کسی را موتر میزنه یک چیز
خداوند چند نفر در خدمت قرار میده، دفتن تو را به شفاخانه میبره، دفتن تو را تداوی میکنه، دفتن کسی پیدا میشه که امکانات مالی تو را برابر بسازه. یعنی امر سختی آسانی است. اینو باید فراموش نکنیم. و یا آیت قرآن هم از یاد دوست دارم. بزرگترین آرزوی زندگیت؟ بزرگترین آرزوی زندگیم این هست که وطن ما، وطنی که زندگی میکنیم، من زیاد دوست دارم که حالت را ببینم که جوانا همه سر کار باشن، مثل کشورهای همسایه، مثل تاجیکستان، مثل ایران، مثل بالاخره کشورهایی که امروز یک جوان جان خود را در مرزها از دست میده. واقعا که خیلی تلخ است، به خاطر ای که 10,000 افغانی پیدا بکنه میره به کشور همسایه سفر میکنه و سخت‌ترین کارها بالای جوانای افغان میگذره. ایرانی مثلا کشورهای همسایه تحقیرشان میکنه، جوانایی که هر کدامشان میلیون ها ارزش داره، به خاطر بسیار پول کم هم حقارت را قبول میکنن، هم بالاخره جانشان در خطر هست دور از وطن. بزرگترین آرزوی من این است که یک روزی بیاد در افغانستان شرکت ها ساخته بشه، پول و ثروت زیاد بشه، که این جوانایی که هر کدامشان ارزشی را داره که باید سربلند زندگی بکنن در وطن خودشان کار بکنن و بیکار نباشن. ممنون استاد. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. سلامت باشید. استاد عزیز خوشحال هستیم هنوز در برنامه داریم، ازت میشنویم. استاد عشق واقعی چیست؟ تعریف عشق واقعی را ما میخوایم این را از دقیقاً امروز برداشت‌های خیلی زیادی از عشق است، اما میخوام عشق واقعی را بگم. خب عشق واقعی یعنی ازدواج، ازدواجی که یعنی به اساس عشق تشکیل شود. توجه هستین؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد شخصی که شخص را زیاد دوست داشت میفرماید، چون شخص را میخوام روش یعنی محبت داره برش، دختر هست. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم موضوع را بیان میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه برو امروش ازدواج بکن. یعنی عشقی نیست که متاسفانه سوء استفاده‌ای که امروز جوانا میکنن و بیشتر برای من پیام ها و بالاخره تماس ها از این ناحیه هست که مثلا کسی با کسی مثلا ارتباط داشته تا یک مدتی بعد از او رها کرده و چی کنم عشق را که آخرش انتهایش بالاخره دل شکستن یک مقابل بوده باشه یا بالاخره یک کار شوه که یعنی خلاف اصول اسلام بوده باشه. در واقع عشق واقعی را میتونیم تعریف بکنیم که عشق واقعی یعنی ازدواجی که به اساس همین عشق تشکیل بشه و این بهترین ازدواج می باشه که یکدیگر را حمایت میکنن و زندگی خوب پیش میره و زیباترش همین است که عشق را همین ازدواج معنا میده که در چارچوب اسلام باشه و این معنا پیدا میکنه بدون شک. استاد اگر یک سوال بپرسم و این را میدونم مخاطبین عزیز ما حتما با این سوال مواجه هستند و میخواهند پاسخ این سوال را داشته باشند، چرا در امروز امریکا و اروپا پیشرفت کرده ولی ما مسلمان ها پیشرفت نکردیم؟ یک چیز میخوام در اینجا بگویم که ما از پیشرفت امریکا و اروپا صحبت میکنیم. آیا به نظر شما همجنسگرایی، ظلم، رشوت، شرابخوری، زنا، قتل، آیا این موارد میتونه پیشرفت بوده باشه؟ ما میگیم همیشه ما خود را مقایسه با یک دنیایی میکنیم که از لحاظ معنویات در اوج انحطاط قرار دارن. متوجه هستین؟ ما چی بکنم اون پیشرفت را که به خودکشی منجر باشه؟ امروز در چین اگر امکانات هست خودکشی خیلی زیاد است، در اروپا اگر امکانات هست خودکشی زیاد است، در امریکا اگر امکانات هست، اگر پیشرفت هست، پیشرفت‌های مادی هست، از لحاظ معنویات در اوج انحطاط قرار دارن. اصلا ما خانواده رو نمیبینیم در اروپا و امریکا. متوجه هستین؟ تا حد رسیدن که اینا اصلا کرامت انسانی را زیر سوال بردن که در اوج انحطاط رسیدن و بالاخره متاسفانه که امروز ما همیشه میگیم که امریکا و اروپا پیشرفت کرده. ما نمیتونیم اینو پیشرفت بگوییم. پیشرفت است که یک دنیای یک کشور از لحاظ مالی و معنوی پیشرفت بکنن، هم حفظ کرامت انسانی باشه، هم عزت باشه، هم خانواده باشه، هم امکانات مالی باشه. میتوانیم که یک چیز را از غرب بگیریم. کوئی امکانات مالی هست، پیشرفت‌های
مادی هست. نه که مثلا بالکل ما امریکا و اروپا را بگیریم یک الگو قرار بدیم که چرا امریکای قسم است چرا اروپای قسم است. میتونیم یک بخشی از زندگی اونها را در مثلا اونا زیاد تلاش میکنن کار میکنن، ما چرا پس رفته هستیم؟ ما به خاطر تلاش نمیکنیم، کار نمیکنیم، زود ناامید میشیم. ما پانتون نمیخوانم به خاطر از اینکه میگم بچه کاکای ما امی رشته اقتصاد را خواند فعلا بیکار است. ما انجینری نمیخوانم میگم صدها انجینر بیکار است. اما ما به این دید نیستم که بچه خاله ما یا ام کوچه ما یا در قریه ما اونو مثلا فلان نفر است که انجینری خواند فعلا وظیفه داره، فلان نفر دکتری را خواند فعلا در شفاخانه وظیفه داره. ما به جای اینکه الگو مثبت را بگیریم منفی را الگو میگیریم. در این جا است که ما در انحطاط قرار میگیریم. نفس خود را مثلا ما یک انگیزه داریم، انگیزه را خود ما در وجود خود میکشیم. وقتی انگیزه نباشه چطور ما بخیزیم، تلاش بکنیم، پیشرفت بکنیم؟ متوجه هستین؟ امروز در چین بیشتر کارمندایشان مثلا کسایی که کارهای جزئی را میکنه، مثلا کسایی هستن که مسافر از دیگه کشورها میان کار میکنن، اما هر چینی مدیریت داره، هر چینی شرکت داره، هر کدامشون تولیدات دارن از خود. چی کردن؟ آیا تولید کسی دیگه به اونا یاد داده؟ نه، خودشون تلاش کردن، انگیزه گرفتن. مثلا امروز روز به روز چین در پیشرفت است. چرا؟ به خاطر از اینکه الگوهای اونا مثبت است. فلان نفر شرکت کلی یک بار جامعه ما رو به مثبت بره ان شاء الله هر کس الگو مثبت بگیره، من مطمئن هستم که ان شاء الله آینده خوبی خواهیم داشت، نتیجه خوبی خواهیم داشت. استاد عزیز، بسیار از جوانان میپرسند و با این چالش با این سوال مواجه هستند و حتی سوال غربی هم است. وقتی خداوند میداند کدام انسان بهشتی است و کدام انسان جهنمی است و بعد میاد میگوید تو این کارا بکن بهشت برو، تو این کارا نکن و تو این کارا بکن بهشت برو، اگر و این کارا بکنی دوزخ میری. وقتی خداوند میدونه چرا چنین حکمی میکنه؟ اختیار از ما سلب نمیکنه؟ بله، همین سوال کردن هیچگاه در تضاد با سلب اختیار نیست، چون الله متعال علم داره، علم آینده را داره. متوجه هستی؟ نه حکم آینده را. مثلا من یک مثال خیلی واضح میگم که عزیزا اینو بفهمن. یک مسابقه فوتبال است. این مسابقه فوتبال ثبت شده، متوجه هستین؟ و در این مسابقه تیم مقابل در دقیقه 90 شکست خورده یا در دقیقه 50 مقابل 2 گل زده یا مثلا تغییرات در این مسابقه ایجاد شده. بعد از این فیلم هم ثبت شده. یک شخص میایه برای تو میگه، چون این فیلم را خو عملا هم ثبت کرده، هم دیده، هم در مسابقه بوده، برای تو میگه این ویدیو تو تایی که تو ندیدی، تا فوتبال آدم تا آخر نبینه تا دقیقه 90 نمیتونه که مسابقه شده که برنده را برده. تو علم از این داری و اینجا بیان میکنی، میگه در آخر مسابقه فلان تیم برده فلان تیم باخته. تو فقط یک آگاهی میتی و خودت به خاطر آگاهیت هیچ رول عمده را در بازی مقابل، مثلا که میگه فوتبال که شده تیم مقابل شکست خورده، تو هیچ عامل نیستی در اینجا و تو هیچ گناهکار نیستی و اصلا تو مسئول در اینجا نیستی. تو ثبت ویدیو کردی و تو فقط یک آگاهی برداری کردی. الله متعال علم داره به آینده ما و حکم و قضاوت را و انتخاب را به دوش ما تو گذاشته. متوجه هستید؟ مثل مسابقه فوتبال که الله متعال چون آینده ما را میفهمه که من جهنمی هستم فلان بهشتی است، خدا نیده میدونه. و اینمی حالت چون از آینده الله متعال قضاوت میکنه، چون انسان دمی راه رفته، در همین مسیر رفته، خود این را انجام داده، الله متعال داره از آینده صحبت میکنه که انسان در اینجا میره. متوجه هستین؟ قضیه می فیلم و الله متعال در قرآن کریم خودش به صراحت میفرماید فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی میخواه مسلمان شوه و کسی میخواه کافر بشه، لکن الله علم داره. علم الله گردان میدانه فیلم به کجا میره. بعد مخاطبین وقتی این فیلم رو ببینن متوجه میشه. حالا مثلا ما میتونیم که مثلا انتقاد بالای کسی بکنیم که فیلم را ثبت کرده پیش خود گرفته و میگه که خودش میگه که فلان تیم مقابل باخته. آیا همون تیم مقابل یا انسان ها میتونه که مقصر بدارن؟ حالا تو فیلم گرفتی خیلی تو هم در اینجا تو مقصر هستی که چرا باخت؟ میگه نه من علم به دارم، ما اینو ثبت کردیم عملا. متوجه هستین؟ علم الله با سلبی اختیار خیلی فرق داره، خیلی تفاوت داره که غیر خوب عمیق ببینیم. الله متعال میدونه که جهنمی است که بهشتی، اما الله متعال اختیار از بنده های چیکار سلب نمیکنه. انتخاب دست خود ما است.
استاد ما میگیم خداوند بهترین حرفایش را در قرآن کریم برای ما گفته. قرآن کریم کلام خداوند است. یک دلیلی برای برحق بودن قرآن کریم بگویید. یک دلیل قاطعی که برای برحق بودن قرآن باید بگوییم، چون دلایل خیلی زیادی وجود داره برای برحق بودن قرآن. میخوام دو دلیل بگم، خوش دارم دو دلیل بگم. یکی که قرآن الله متعال 14 سال قبل گفته من قرآن حفظ میکنم. قرآن چقدر دشمن داره؟ 14 قرن تهاری، به هزارها. چرا نتونستن همین قرآن هم حذف فیزیکی بکنن؟ چون الله این معجزه، این اعجاز است. خدا گفته من قرآن حفظ میکنم، اما قرآن را آمد به وسیله حفظ در سینه های انسان ها حفظ میکنه. اگر کل دشمنای قرآن بیا قرآن حذف فیزیکی بکنه، چاپخانه ها را بند بکنه، قرآن ما گم میکنم. اما چطور از سینه حافظ قرآن بر بداره؟ الله متعال چون وعده کرده 14 قرن پیش که من حفظ میکنم و حفاظت توسط به وسیله‌ای که اصلا دشمنایی که وجود داره با هم به اتم داره نمیتونه قرآن حذف بکنه. دوجه هستین میتونه مثلا یک لحظه به صدها انسان از بین ببره، نمیتونه قرآن حذف کنه. یک. دومی که در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی قرآن نازل میشه، خداوند از غیبیات صحبت میکنه، از داستانهای صحبت میکنه، مثل داستان فرعون، مثل داستان یوسف علیه السلام، مثل اصحاب کهف، مثل قوم ثمود، قوم عاد، قوم شعیب. همه داستانها در قالب غیب بوده، پیغمبر نمیدونسته. ای پیغمبر ما برای تو قصه های میگیم که اصلا تو نمیدونستی، نه تو میدونستی، نه ابو جهل، نه عتبه، نه شیبه. خودت فکر بکن که یک داستانی که 100 سال قبل، 1000 سال قبل به وقوع پیوسته باشه و هیچ بشری به او آگاهی نداشته باشه، صحیح است؟ هیچ کس به او آگاهی نداشته باشه و یک فرد به نام محمد صلی الله علیه و سلم بیاید ادعا بکنه و همین داستانها را مثل داستان فرعون را که الله متعال بیان میکنه، بعد از سالهای بعد کشف جسد فرعون در مصر که فعلا جسد فرعون موجود است، اما از داستان فرعون الله متعال سالهای قبل صحبت میکنه، هزارها سال قبل صحبت میکنه که نه ابو جهل خبر داره، نه عتبه، نه هیچ فردی که در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد. یکی از اعجاز قرآن همی هست که حقانیت قرآن به او اثبات میرسه که الله متعال از غیب ها صحبت کرده، چیزایی که اصلا ما نمیدونستیم، بشر اصلا ذهنش دو نمیه. شما ببینید اگر تکنولوژی بر اندازه پیشرفت بکنه، نمیتونه مثلا یک علمی را از غیب بیا بگویه بر ما. استاد قرآن کریم جاهای متعددی در آیه های مختلف، حتی در سوره های مختلف قصه کرده، قصه پیامبران گذشته، انسان های گذشته، کسانی که بودن در گذشته، حاکما، شاهها. چرا قرآن کریم بیشتر قصه کرده و رفته قصه گفته به دیگران؟ به خاطر که از لحاظ روانشناسی هم بیشتر چیزی که در وجود انسان جذب میشه قصه است. یکی به خاطر فهم مخاطب، دومی که به خاطر الگو گرفتن. مثلا اون بشر مثل موتو بود، داستانایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله متعال بیان میکنه، همه اونها یعنی جنبه‌ای داره که انسان باید از او الگو برداری بکنه و زندگی خود را یا مطابق از او جور نکنه. متوجه هستین؟ یا مثلا یک داستان را یاد میکنه که مثلا از این داستان باید انسان پند بگیره و از این در زندگی خود را انجام بده. مثلا داستان ثمود، داستان لوط علیه السلام، قوم لوط، اینا رو که یاد میکنه، بعد از اون میگه که متوجه باشین که از این نباشین شما، و نتیجهش هم اونجا بیان میشه که تو مثل انسان از او هستی، وقتی او کار کرد عذاب شد، تو متوجه باش که باز امی عمل سر تو همه. سنت الهی یک سنت هست، قانون الهی امی است. متوجه هستین؟ و یکی بر فهم مخاطب خیلی مهم هست. دومی که واقعا یک الگوی واقعی شده میتونه، درس بزرگ است. استاد بیشتر مخاطبین میپرسن، ما همیشه میگیم خداوند مهربان است. ولی خداوند مهربان است آمد از ظلم را، قتل را، تجاوز را، سرقت را خلق کرده. پس این خلاف مهربانی خداوند نیست؟ نه خیر، هرگز نیست. یک سوال من از شما میکنم، مقدر زیاد سوال کردین شما، یک سوال من میکنم شما جواب بدین از هم بفهمن. یک استاد است، دانشمند است، سوال میاره، 4 سوال میاره، به هر سوال خود 4 جواب میاره، 3 جوابش غلط است، اشتباه، سوال غلط میاره، یک سوال صحیح میاره. آیا می غلط آوردن جواب یا غلط آوردن مثلا جواباتی که یمی استاد آورده، آیا به بد بودن خود استاد دلالت میکنه می؟ نه. چرا این کار کرده؟ بدیل چرا آورده؟ چرا سوالای خراب آورده؟ تا اینکه منو بشناسه که آیا درس خواندی یا نخواندی، تر امتحان بکنه.
پس میخوام میره بگویم که زندگی دار امتحان است. وقتی امتحان است، امتحان باید با بدی و خوبی بوده باشه که انسان جنبه خوب را بگیره که کامیاب بشه. اگر یک انسان یک استاد بیا سوال را بیاره جوابم بده، پس امتحان شد؟ نشد. کی تفکیک شوه، کی تفکیک شوه که انسان خوب است بد است، درس خوانده نخوانده. پس الله میخواد که انسانای بد و خوب خود را جدا بکنه دیگه. بدی را آفرید، الله به خاطر امتحان آفریدی، به ذات اقدس الهی دلالت نداره و چون دار امتحان هست انسان باید یک انتخاب درست داشته باشه. الله متعال آورد قضایا را آورد بدون شک. و در عین حال مثل ظلم، مثل قتل، همه موارد را اگر در مقابل یک انسان قرار بگیره، مثلا یک انسان بالاش ظلم شوه، تجاوز شوه، قتل شوه، الله متعال در عین حال کیفر از بیان کرده. کسی قتل بکنه میفهمین نتیجه چی میشه، کسی که ظلم بکنه میفهمین چی میشه. مثلا که استاد کسی که ناکام شوه از پانتون اخراج میشه. به همین خاطر یا مثلا سمستر نمیتونه سمستر را پیش ببره، یا اگر چند باری ناکام بشه ممکن که درس خود را پیش برده نتونه یا موفق نشه. به همین خاطر جنبه امتحانی داره دنیا. الله متعال بعضی بدی ها را خلق کرده تا انسان ها تفکیک شون خوب و بدشان. ممنون استاد عزیز، واقعا پاسخی جالبی بود، برای خودم هم آموزنده بود. استاد در این قسمت چند سوال کوتاه داریم و پاسخهای کوتاه کار داره. خوب است. عشق یا شهرت، کدام اینا رو انتخاب میگیرید؟ عشق یا شهرت؟ والا اردی از این من انتخاب نمیکنم. اردیش اگر در یعنی باید یک توش انتخاب بکنم؟ حتما یکیش انتخاب بکنید. به نظر من عشقی که خوب باشه، در چارچوب اسلام باشه، عشق از شهرت بهتر است. یک همسری یا چند همسری؟ سوال جالب است. از دید من یک همسر. چرا؟ به خاطری که انسان مکلفیتش کم میشه، مسئولیتش در مقابل الله متعال کم میشه. یک همسر یک مسئولیت، دو همسر دو مسئولیت، سه تا سه مسئولیت. و این خفتم الا تعدیلوا فواحده. الله متعال میگه اگر شما نمیتونید عدالت بکنین، یک تا رو انتخاب بکنین. در دنیای امروز ما یک تا را به نظر میتونم انتخاب میکنم به خاطر از اینکه انسان میتونه اما عدالت کامل انجام بده. با چند همسری مخالف یا موافق؟ نظر شخصی من؟ نظر شخصی تا حد موافق هستم، چون قرآن دیگه اجازه داده مثنی و ثلاث و رباع. نمیتونم نظر خود را مخالف نظر قرآن قرار بدم. برای زندگی کدام یک این دو جا را انتخاب میگیرید؟ دوست دارید انتخاب کنید مکه معظمه یا کابل؟ مکه. چرا مکه؟ بله، به خاطر که یک نمازی که انسانو انجام میته یک لک نماز است. متوجه هستین؟ باز دیگه مکان خیلی مقدس است، نمیتونیم برای مقایسه بکنیم با اینجا. یک خاطره جالب. خاطره جالبه که در زندگی داشتم، از الله متعال چیزی خواستم، بعد از 2 روز الله متعال در زندگی مورا محقق ساخته و هیچ خاطره هیچ یادم نمیره. بله. تلاوتی یک آیه شریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. یک شعر خوب. در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خدایم؟ همسایه ما گرسنه و شب
ما خوابیم. شعر خیلی زیبا از جلال الدین محمد بلخی است که خیلی معنای پرمفهومی داره. استاد عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. یک سوال مهمی که مخاطبین عزیز بیشتر میپرسن و دوست دارن پاسخ این سوال را داشته باشن: آیا لطوکوب زنان در اسلام جواز داره؟ در کل لطوکوب زنان از دید اسلام ممنوع هست و اسلام فقط یک قانون 3 مرحله‌ای داره که در قرآن کریم الله متعال بیان کرده و این خطاب بر همه زنان نیست، گروه خاصی از زنها هست که اونا بد اخلاق هستن و من مطمئن هستم که زنای بد اخلاق نمی باشن. اگر بد اخلاق هم باشن شاید بسیار تعداد کم باشه. ملحدین ناجوان، ملحدینی که اصلا عقل ندارن و از عقل خود کار نمیگیرن، میان برچسب بزنن به اسلام که اسلام گفته زنا رو لطوکوب کنین. نخوندن که خدا گفته واللاتی تخافون نشوزهن، زنهایی که بد اخلاق هستن. پس ممکن که زن بد اخلاق اکثرا زنا بد اخلاق نباشن، بسیار یک تعداد کمی بوده باشه و الله متعال 3 مرحله گفته، نگفته که شما مستقیم زنای بد اخلاق لطوکوب بکنین. گفته فعظوهن، اول نصیحت بکنین. این نصیحت چند مرحله باید داشته باشه. بعدن گفتن وهجروهن فی المضاجع، قرآن گفته که ترک خانه بکنین، مثلا امرایش یک جای خواب نکنین. بعد از او باز میگه که فعظوهن وهجروهن فی المضاجع واضربوهن، باز گفته شما میتونین که بزنین. این 3مین مرحله هست. یک قانونی گذاشته که این لطوکوب اصلا اساس قاعده داره و قرآن وقتی گفت که بزنین نگفته این لطوکوب، چون شرحش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میره ترجمه میکنه، مفسرین رو ترجمه میکنه. چی رقم در حدیث آمده که شما زنا رو نمیتونین لطوکوب بکنین که سیاه و کبود بشه جانشان. متوجه هستین؟ و حتی جسم زن خیلی لطیف هست و اندکترین ضربه اگر شود سیاه میشه. یعنی معنای از این زدن است که شما بتونین یک سیاست خود را بالای اونها حاکم بسازین. متوجه هستین؟ نه ای که شما غیر مبرج گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته زدنی که بالای جسم ازو چی نشوه؟ آسیب نبینه. و قرآن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صراحتی را گفته و حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عمرش همسرای خود را لطوکوب نکرده. متوجه هستین؟ عملا میتونه گلگویی بر ما باشه. لکن این 3 مرحله داره. ما فراموش کردیم در هر کشور یک قانونی هست. به خاطر چی؟ به خاطر حفظ نظم. اسلام به خاطر حفظ خانواده سالم یک قانون نگذاشت و لطوکوب را در مرحله آخر آورد. چرا میفهمین؟ به خاطر از اینکه یک زنی که معلومات داشته باشه در نصیحت باید تکفو کنه، از لطوکوب باید بترسه. ما مثلا بر ما زندان میگه، دولت میگه اگر فلان کار کردی زندان میری، اما قبل از زندان میگه یک اختاریه هست، یک نصیحت هست. لکن میگه که مثلا زندان است. چرا ما را میترسانه که به این باید پایبند شویم. قرآن زدن را یک حکم عمومی نگفته که شما لطوکوب بکنین همسران را و یک قاعده گذاشته به خاطر اینکه 2 مرحله اول باید زن متوجه شود. دقیق است انشالله. و دیگه ای که ایده از مفسرین میگه واضربوهن در اینجا به معنای زدن نیست و واقعا هم این یک برداشت واقعی از قرآن هست، چون قرآن کریم در جای ضرب را به معنای یک جای گفته که این الله لا یستحی ان یضرب. یضرب به معنای بیان کردن است. این ضرب به معنای بیان کردن هم میگه مفسرین میگه که وقتی که نصیحت کردی، وقتی که مثلا جایت جدا کردی بازم بگم نشد، واضح آشکار امرش صحبت بکن، جدی برو امرش. این برداشت خیلی خوبه که مفسرین معاصر کردن و ما موافق هستم با این. متوجه هستین؟ یعنی شما مستقیم امرای از بسیار جدی پیش برین. یعنی مثلا اگر امرای ما خوب روی نکنیش ممکن است جدا شوم، طلاقت میتم. متوجه هستی قضایا. و دیگه به معنای سفر هم آمده. متوجه هستین؟ قرآن کریم گفته که شما در روی زمین سفر بکنین و از کلمه ضرب ذکر کردن و میگه که وقتی که نصیحت کردی امرای همسر خود و امرایش مفارقت هم کردی از لحاظ خانه و خوابگاه، سفر ببرش. یعنی سفر وقتی رفتی حال احوالتون دیگه میشه، ممکن که اخلاق از تغییر بکنه، جامعه را ببینه انسان را. یعنی چقدر مفسرین برداشتای خیلی خوب از قرآن داره. اما یک دیدگاهی هست که دیدگاه مخالف است. مخالف همیشه کوشش میکنه که بکوبه و کوشش میکنه که مغلوب قرار بده. اما ان شاء الله که اسلام الحمدلله دین خیلی زیبا هست و در عین قضیه الله متعال میگه امرای زنانتان اخلاق خوب بکنین و عاشروهن بالمعروف. بر مردم میگه امرای زنانتان خوب رویه بکنین. پس خیر اینجا چی میگی؟ الله متعال فقط میخواد که خانواده سالم باید بوده باشه، نه اینکه خدا نخواسته یک خشونت در خانه باشه. حتی میگه که مردا شما با زنا خوب رویه بکنین. باز چی میگه؟ میگه که بهترینتان اخلاق، بهترین
به نزد الله متعال کسی اخلاق خوب داره که به حالش خوب اخلاق داشته باشه بدون شک. خیلی ممنون استاد. استاد عزیز چی احساس داره که اینجاستی در این برنامه؟ احساس خوب دارم و ما احساس خوبم است که توانستم چیزایی که در قلبم بود بیان بکنم و من مطمئن هستم که یک بحث خیلی عالی بود و این بحث میتونه خیلی مفید واقع بشه. الله تعالی از شما و از جایی که در کنارتان کار میکنن و این برنامه خیلی عالی پیش میبرن راضی باشه و احساس ما احساس خوب و عالی است. الحمدلله. خیلی ممنون استاد عزیز. اگر حرف و پیام و گپی برای مخاطبین عزیز ما دارید کاملا در خدمت شما. سلامت باشین. من میخوام بگویم که ما انسان ها همیشه در زندگی خود به طرف منفی میریم و ما صرف پیام آخر ما است که چون از درس های من از این صحبت ها همی بیان میشه که ما باید مثبت اندیش باشیم، منفی اندیش نباشیم، کوشش بکنیم مثبت فکر بکنیم، مثبت الگو بگیریم. هیچ راهی برای پیشرفت نداریم بجز از اینکه مثبت باید فکر بکنیم، مثبت الگو بگیریم، باید مثبت قدم برداریم و مثبت زندگی کنیم. اگر فکر بکو که خودت ما یک کار میکنیم، اگر ما مثبت فکر نکنیم که پیشرفت میکنیم هیچ وقت کار آغاز نمیکنیم. اگر ما در تجارت بگیم که در تجارت یک کسی رو بگیم ما تجارت میکنیم پولدار میشم، سرمایه دار میشم، مثبت فکر میکنم، سرمایه گذاری میکنم. اگر ما بگیم فلان نفر در تجارت نقص کرد، تجارتی چیزای خرابی رو داره، باز هیچ پیشرفتم نمیکنم، پول مواجهش میمونه و هیچ جای قدم نمیبردارم. باید ما مثبت اندیش باشیم. خیلی ممنون استاد عزیز از این که فرصت دادی به پادکست ما آمدی، به فراز آمدی. واقعا خوشحال شدیم. اول از این که دیدار نصیب شد و بعد یک پادکست خوبی را ثبت کردیم. من از این پادکست چیزای زیادی آموختم، از حرفای شما، قصه‌های شما، خاطره که گفتی. امیدوار هستم مخاطبین عزیز هم از این پادکست و از حرفای شما مستفید شوند. دوستان عزیز این هم بود پادکست این هفته ما. اگر دوست دارید پادکست های بعدی ما را ببینید یوتیوب فراز را با خود داشته باشید. تا برنامه دیگر خدا حافظ.